هموطنان عزیز، همه شما و هموطنان برون مرزی را به مناسبت فرارسی سال نو میلادی 2026 صمیمانه تبریک میگویم. با هر یک خاندان مردمی شریف و سربلند کشور تندرستی و اقبال نیک و روزگاری آرام و آسوده آرزو می نمایم. سال میلادی که سپری شده ایستاده است برای تاجیکستان محبوب ما باز یک سال بابرار و تاریخی و سال دستاورد و پیشروی‌های نظررس گردید. با وجود شرایط حساس و مرکب جهانی معاصر و تأثیر منفی عامل‌های بیرونی، ما در سال 2025 هم در سیاست داخلی و هم در سمت سیاست خارجی با یک قطار دستاورد و نشان دهنده های قابل ملاحظه نائل گردیدیم. این پیشروی ها دستاوردها چند روز پیش در پیام رهبر دولت به طور مفصل تحلیل و بررسی کرده شدند. به شرافت صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی، وحدت ملی و زحمت صادقانه مردم شریف کشور، رشد استوار اقتصادی ملی تامین گردید. برنامه و نقشه های مهمی که در دایره هدف های استراتژی ملی قبول شدند در سال 2025 با مرام عملی گردیده بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت تکانی جدی بخشیدند و ما به هدف‌های گذاشته‌مان خیلی نزدیک شدیم. انتخابات دعوت نوی مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی و دعوت نوی مجلس ملی، مجلس عالی که با اشتراک فعالانه انتخاب کنندگان یعنی مردم شریف تاجیکستان برگزار گردیدند. رویداد مهم سیاسی سال سپری شده ایستاده می باشد. این چهاربینی مهم سیاسی بر رشد سیاست داخلی کشور مساعدت کرده، باعث در عرصه بین المللی باز هم بالا رفتن آبروی دولت تاجیکان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی گردید. مردم کشور از جمله صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه صادقانه و صاف دلانه زحمت کشیده کارهای سازنده و بنیادگرانه را وسعت بی سابقه بخشیدند و هزارها انشاءات استحصالی و اجتماعی از جمله کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، راه و پل‌ها، کودکستان و مکتب‌ها و مؤسسه‌های طبی و خدمت رسانی بنیاد کردند. در این لحظه های ادانه به کل مردم وطن دوست و شرافتمند کشور، صاحبکاران و همه آنهایی که در روند سازندگی و آبادانی سرزمین اجدادی سهم گذاشتند، صمیمانه سپاس و منتداری بیان می نمایم. همچنین می خواهم خاطر نشان نمایم که با مقصد باز هم بلند برداشتن هویت ملی، تربیت وطن دوستی و خودآگاهی و خویشتن شناسی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان، شاهنامه بیزبان ابوالقاسم فردوسی نشر و به هر یک عائله مملکت دسترس کرده شد.
شاهنامه سرچشمه جاویدانه ارزش‌های هویت ساز ملی و افکار و اندیشه های وطن دوستی و استقلال خواهی تاجیکان می باشد و باور دارم که آن با تحکیم و تقویت حس ملی تمام قشرهای جامعه ما تکان جدی می باشد. تقویت هویت و حس ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و حمایه استقلال و آزادی برای ما امر نهایت مهم می باشد. زیرا در شرایط جهانی شوی وضع به عمل آمده است که با ارزش‌های ملی خطرهای زیاد تهدید می‌کند. محض به همین خاطر ما سال 2026 را سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم هویت و خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودیم. سالی که سپری شده ایستاده است برای ما از لحاظ دستگیری تشبس‌های بین المللی کشورمان نیز سال بابرار و خاطرمان گردید. علاوه بر ابتکارات سالهای قبلی، امسال نیز از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک چند پیشنهاد تاجیکستان و تنها 12 دکبر دو تشبس آن با قبول قطعنامه ها پذیرفته شدند. هموطنان عزیز، در این لحظه های ایدانه می خواهم با افتخار و سرفرازی اظهار نمایم که تمام کامیابی های تا امروز به دست آمده پیش از همه ثمره استقلال و آزادی، صلح و آرامی و وحدت ملی می باشد. همچنین با صمیمیت ابراز می دارم که رسیدن به چنین روزهای آرام و آسوده نتیجه عزم و تلاش های صادقانه شهروندان کشور و پشتیبانی آنها از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت مملکت می باشد. سالی که فرا می رسد هم از لحاظ سیاسی و هم از نگاه اقتصادی و اجتماعی سال خیلی مهم 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان عزیزمان می باشد و ما باید با افتخار این جشن بزرگ کارهای عظیم را به انجام رسانیم. در رابطه با این از هر یک فرد مانند ناموس جامعه و تمام مردم زحمتکارین کشور دعوت به عمل می آورم که برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن محبوبمان، پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، یعنی به خاطر وطن سازی و دولت سازی و باز هم بهتر گردانیدن شرایط زندگی هر یک عائله مملکت بیش از هر وقت دیگر تلاش و کوشش نمایم. هموطنان عزیز ما از واقعه و رویدادهای جهانی نابسامان و پرحوادث امروزه خوب آگاهند. این روندها هر فردی وطن دوست و وطن پرست با ننگ ناموس، خودآگاه و خویشتن شناس و کل مردم کشور را هشدار می دهند که تمام سعی و تلاش خود را به خاطر حمایه استقلال و آزادی، تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و رشد و ترقیات دولت صاحب استقلال تاجیکان سفربر سازند. در شرایط رشد بی‌سابقه علم و تکنیک و تکنولوژی ها
ما باید به تربیت فرزندان، یعنی نسل‌هایی که آینده ملت و وطن می باشند، اعتبار اولین درجه دهیم و برای آنها شرایط بهترین تعلیم را مهیا نماییم. ما باید هرچی بیشتر کارگاه و کارخانه های استحصالی بنیاد کرده برای هموطنانمان جایهای کاری تأسیس دهیم. باور دارم که در این سمت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با ننگ و ناموس وطنی من بد نیست فعالانه سهم می‌گذارند. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که همه ما خود دو بزرگ تاجیکستان بیشتاسا با اتحاد و سرجمی وطن اجدادی خود را آباد و زیبا، دولت صاحب اختیار خویش را نیرومند و پیشرفته می‌گردانیم و نفوذ و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند می‌برداریم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر کل مردم شرفمند تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی سال نو میلادی 2026 صمیمانه تبریک گفته و هر یک خاندان کشور پیش از همه سلامتی و خوشبختی، فیض و برکت زندگی و به تاجیکستان محبوبمان پیشرفت و آبادی باز هم بیشتر را آرزو می نمایم. سال نو میلادی 2026 مبارک باشد هموطنان عزیز.